بپوشی، دوست نداری چرا دکتر چمران باشه یا شخصیت‌های ایرانی مهم دیگه، یا اصلا شخصیت‌ها رو بذاریم کنار، خطای ایرانی به یا شعرهای حافظ که روی تیشرت‌ها هستش. درسته. خب الان به نظر شما من تیشرتی که با عکس مثلا چمران که خودتون گفتین از کجا پیدا کنم؟ شما تو بازار سراغ دارین یا این من میپوشم؟ نیستش آقا. مثلا خط ایرانی هم نیست. یعنی علاقه دارین که بپوشین، درسته؟ باشه میپوشیم. بالاخره ارق ملی داریم آقا. حالا این چیزی خطایی که روی لباس شلوارتون هستید اینا خوشتون میاد؟ سنگشور میگن دیگه، حالا نمیدونم. مثلا خوشتون میاد لباسای هوشی، درسته؟ بله. حالا اگر بیشتر باشه چی، مثلا خطاش یکم بیشتر باشه؟ اون دیگه خیلی زایه است. دیگه اصلا نپوشی بهتره شلوارو. که چنین چیزی میپوشید دوست ندارید چنین شلوار بپوشید، درسته؟ خیلی دیگه زایه است در کل. جالب نمیشه. در خدمت یکی از تولید کنندگان لباس هستیم. حالا شما به عنوان یک تولید کننده به ما بگید که طرح‌ها غالباً از کجا میان و چه کسانی طراحای پوشاک هستن؟ آیا طراحای ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟ خدمت شما عرض کنم که طرح‌ها غالباً خارجی هستن و اینم بگم خدمتتون که 90% تولید کننده های ایرانی کپی بردار هستن، یعنی جنس خارجی رو میرن میبینن یا در داخل کشور یا خارج کشور. حتی کسایی رو میشناسم که یه دونه میخرن میارن داخل کشور و از روی اون تولید میکنن. مبنای تولید شما بر چه مبنایی یعنی تولید میکنید؟ بیشتر مردم دوست دارن چه پوشاکی رو بخرن که طرح ایرانی داشته باشه یا غیر ایرانی؟ بله، بحث عرضه و تقاضاست. یعنی بنده به عنوان یه تولید کننده الان بیام یه کاری رو که دوست دارم مثلا تولید کنم، اون چیزی که سلیقه خودمه تولید کنم و کسی اینو نخره، این خب کار درستی نیست، یعنی ضرره. هیچ کسی این کارو نمیکنه. شما اگر جای من باشید تولید کننده باشید دنبال کاری میگردی تولید کنی که مشتری داشته باشه، مشتری اونو بخواد. مشتری هم الان کاری رو میخواد که ماهواره ها نشون میدن و غالبا با فرهنگ ایرانیا و اون چیز اجتماعی ما جور در نمیاد، اونو میخوان، مثل شلوارهای کوتاه، تنگ، پارچه های کشی. الان کارا بیشترش این شده. البته کارهای ساده و کارهای با حجاب همیشه مشتریای خاص خودشو داشته و الان هم داره، ولی خیلی کمه. بیشتر کارها که عامه مردم استفاده میکنن کارهای مدلدار تقلید شده از ترکیه، چین و دیگر کشور است. عمدتاً قالب فروش شما کارای ساده هستش یا مدلدار؟ ببینید کار ساده و مدلدار به طور فصلی هست فروشش. مثلا شما شهریور نزدیک مهر ماه بیشتر غالبا کارهای ساده رو مشتری میخواد، به دلیل اینکه فصل بازگشایی مدارس هست و یه فصلی هم هست که مراسم‌های جشن و عروسینا شروع میشه. اون زمانیه که کارهای مجلسی، کارهای کار شده مدلدار، قد کوتاه، تنگ و این هم کارهای ساده‌مونه که عرض کردم مهر ماه و شهریور ماه. به نظر شما چرا استقبال میشه از کارهای تنگ؟ من فکر میکنم یه جور خودنمایی باشه، یعنی دلیل دیگه ای نمیتونه داشته باشه. همونجور که آقایون شلوار پاره میپوشن، کمربند آنچنانی استفاده میکنن برای شلوارشون یا یقه پیرنشون باز هست، خانوما هم شلوار تنگ میپوشن، شلوار کوتاه میپوشن.
در مورد پوشاک مردانه هم پوشاک تنگی که داره استفاده میشه، لباس‌های زیری که اینا دارن استفاده میکنن، مارکدار دارن استفاده میکنن. ببینید به لحاظ آفرینش خداوند متعال اگر عذر میخوام بیضه‌های مرد حرارتش با حرارت بدن یکی باشه، انسان دچار عقیم شدن میشه و نمیتونه دیگه ادامه بده نسل خودش رو. به خاطر همین ابدا نباید لباسای تنگ پوشیده بشه. این اتفاق داره میفته، یعنی لباسای بسیار تنگ دارن میپوشن که این تاثیر میذاره روی نسل این طرف. اینا هدفمند داره این کار اتفاق میفته. به عنوان مثال شلوار جین، کلمه جین در انگلیسی یعنی جن. خدمت شما عرض میکنم شلوار آبی رنگ لی رو میذارن اسمش جین، دقیقاً این تشبه به بیلوجینه. یا اخیراً کفش هایی برای خانم‌ها طراحی کردن که 1 متر، یه متر که عذر میخوام یه وجب پاشنه داره، واقعا در حد 1 متر اون یک پاشنه‌شون. خدمت شما عرض می‌کنم پنجه پا شبیه و تشبه پیدا می‌کنه به جن، بازم به شکل سم. که ما اینو 2 سال پیش ما عکسش رو مثلا دیده بودیم کار کردیم، واقعا فکر نمی‌کردیم وارد کشور بشه، اما شد. بسیاری از این تیشرت‌ها من دیدم نقش‌های پیچیده روشه. اینا طلسمه، اعداد روی این لباس‌ها خورده که اینا ابجد بعضی از شعارهای شیطانیه. مثلا یوی زده 813 418، شما نمیدونید چیه. این ابجد یک جمله است و کارکرد همون رو داره. و نکته دیگه که زمین بازی طراحی کردن. شما اصلا به هر حال هر نوع مانتویی میخواد بخره از اون مانتوهای طراحی شده ایناست. خیلی از دختران ما ابدا دوست ندارن این لباسا رو تنشون کنن. دختر عفیفه اما جوونه، دوست داره شیک پوش باشه، دوست داره متنوع لباس بپوشه. نداره لباس متنوع، فقط او داره براش ارائه میده. من چند وقت پیش مثلا خبری اومد که یه جوانی تو زیر زمین خونش تیشرت خیلی خوشگل و جوان پسند، عکس شهید آبینی و مای هیرو، شهید متوسلیان، شهید همت و امثالهم زده. خب این دردآوره، یعنی بعد 30 سال ما باید یه جوان تو زیر زمین خونش رو تولید بکنه. خب این خیلی متاسف واقعا. آدم نمیدونه چی باید بگه. ما باید خودمون این کارو می‌کردیم، ما باید کارخونه بزنیم. این جوون لباس جدید میخواد، این نمیتونه تو تابستون با کت شلوار بچرخه، نمیتونه، هوا گرمه، این لباس خاص میخواد، لباس نخی میخواد. یه برهه کار شد خدا خیرشو بده، لباسای سنتی بود که مثلا یقه ایرانی بود، بعد دکمه‌اش به جای دکمه نخ داشت. خب طرح قشنگ بود، خیلی از جوونا من دیدم استفاده میکنن، حتی جوانان متجدد. ما باید وقتی به جوونا میگیم نگیر، نخر، نرو، باید بهش بگیم بگیر، بخر، برو. چی اینجایی که ما باید معرفی میکنیم این که اسلامیه. در این که بازم تاکید میکنم اینها طرحهایی است غربی، شک نکنید. و عرض کردم متاسفانه افرادی در داخل دارن به این دامن میزنن. با همه این تفاصیل میتونیم مشکلات در پوشاک جامعه رو در چند بخش تقسیم کنیم. 1. تغییر ارزش‌ها و هنجارها به واسطه برنامه‌های شبکه‌های محاوره‌ای. 2. دستاندازی نظام سلطه برای رسیدن به اهداف مورد نظر. 3. دستاندازی افرادی در کشور برای اهداف مادی و تخریب نظام اسلامی. 4. غفلت مسئولین زیرربط و کمبود تلاش برای ساماندهی وضع موجود. راهکارهای رهایی از این وضعیت: 1. تنوع و طراحی پوشاک به واسطه ایرانی‌ها با توجه به ارزش‌ها و عرف کشور. 2. تبیین صدمات مادی و غیر مادی پوشاک‌های غربی برای جوانان. 3. بررسی و درمان این نکته که چرا برخی جوانان از لباس‌ها برای خودنمایی استفاده می‌کنند. امیدواریم این قسمت افق‌های بلندی رو برای افراد روشن کرده باشه و توجه کنید که یکی از کسایی که میتونه ما رو از این تهاجم نرم دشمن بیرون بیاره خود شما هستین. بنابراین تا جایی که توان دارین دیگران رو از این تهاجم نرم دشمن آگاه بسازین.